ورود زری امام حسین به نشانه احترام اول این در ورودی رو بوس میکنن، احترام میذارن، بعد وارد حرم میشن. کف حرم رو اگه نگاه کنی سنگای مرمر هست که همشون رو ایرانی‌ها بالاخره کمک کردن و کف اینجا رو سنگ کردن. من چند سال پیش که اومدم داخل حالا مهوده که وارد می شدم، فرشایی که انداخته بودن زیرش اصلا معلوم بود که هیچ سنگی نیست، اصلا پایین بلند بود، عین چاله چوله بود. ولی به مرور دیگه مردم ایران کمک کردن، حالا دولت ایران کمک کرد و کف اینجا رو سنگ مرمر کرد. این زری هم که میبینید توی مسیر زیارت امام حسینه، زری 72 تنه، یعنی 70 تن رو آوردن اینجا قاک کردن. حالا برای همشون یه زری درست کردن. قبل از ورود به زری امام حسین روبرو یه زری کوچیک هم هست که زری حبیب بن مظاهر هستش که توی تصویر یه لحظه دیده میشه. بیشتر موقع ها رنگایی که توی مثلا زری امام حسین استفاده میشه رنگای قرمزه و چراغ‌های قرمز روشن میشه، حالا به نشانه خونی که روز عاشورا ریخته شده معمولا چراغ‌های قرمز روشن میشه. اینجا بخوای فیلم بگیری راحت‌تر از زری امام رضاست. یعنی اینجا زیاد خادما گیر نمیدن موبایل دستت بگیری فیلم بگیری، ولی تو مثلا مشهد امام رضا که میری خیلی سخت میگیرن برا مثلا فیلم گرفتن و این داستانا، خادما اجازه نمیدن فیلم بگیری. زری امام حسین هم 6 گوشه است که این زری هم که الان هست ایرانی‌ها توی قم درست کردن و با طلا و حالا جواهراتی که مردم کمک کردن و فرستادن و جایگزین زری قبلی کردن. موقع نماز خوندن هم اینقدر داخل شلوغ میشه که اصلا جایی برای مثلا نماز خوندن خیلی وقتا نیست و اطراف حرم یه جایی فرش انداختن، حالا یا سوله، مثلا سوله مانند درست کردن که میتونی روی اونا بری بشینی حالا نمازتو بخونی. هیئت‌های عزاداری دائم میان و میرن، یعنی مثلا یه هیئت میاد یه چرخی میزنه عزاداریشو میکنه و میره، باز یه هیئت دیگه میاد و طول سال این بس رفت و آمد هیئت‌ها توی حرم هستش و اینجوری نیست که حالا یه ایام خاصی این اتفاق بیفته. خادمای حرم هم کاری با هیئت‌ها ندارن، یعنی اینجوری نیست که بگن شلوغه نیاید مثلا داخل، نه، همیشه هیئت‌ها هر وقت بخوان میتونن بیان وارد حرم بشن، عزاداریشون کنن و برن و خادما اتفاقا باشون همکاری میکنن، یه جایی رو مثلا کمک میکنن، فضا رو باز میکنن که هیئت‌ها بیان و برن. جا بین الحرمین، بین زری امام حسین و حضرت ابوالفضل بهش میگن بین الحرمین. اینجا انقدر شلوغه که هر کی حالا یه چفیه داره میندازه زیرش و باش نماز میخونه دیگه، داخل حرم نمیره چون داخل حرم جا نیست بخواد نماز بخونه. هوا هم انقدر گرمه بعضی از چتر استفاده میکنن. ایام محرم بین الحرمین هم خیلی شلوغ میشه. دسته عزاداری هم که میبینید پرچمش رو نگاه کردم، بالاش قرمزه، وسطش زرد، پایینش سبزه، وسط اون پرچم هم یه ستاره داره. حالا نمیدونم مال کدوم کشوره ولی به نظرم یه کشور آفریقایی باشه چون اکثر اینا هم سیاه‌پوستن دارن عزاداری میکنن. آفریقا هم مسلمون و شیعه زیاد داره که اینا هم برای زیارت تشریف میارن کربلا. شما اگه میدونید از کدوم کشورن حتما تو کامنت ها بهم بگید. امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشه.